اردشیر بابکان یا پاپکان فرزند ساسان و رودک بعد از شکست اردوان چهارم اشکانی در دشت هرمزگان به عنوان سرسلسله دودمان ساسانیان به مدت 17 سال بر تخت سلطنت نشست. پادشاهان ساسانی وارث تمامی دستاوردهای سلسله‌های پیش از خودشون بودند و به این واسطه نهایت شکوفایی رو در سیستم اداری، قدرت نظامی توانمند، اوج هنر و معماری و علوم مختلف تجربه کردند. ترویج دین زرتشت در دستور کار دربار بود، اما باورمندان به ادیان دیگه‌ای مثل مسیحیت، یهودیت، مذهب مانوی در کشور آزادانه زندگی می‌کردند. واحد پول ساسانیان درهم و دینار بود. دینار سکه طلایی که در روم هم استفاده می‌شد. این نام‌ها تا مدت‌ها بعد از ساسانیان کماکان برای داد و ستد استفاده می‌شد. نام امروز ایران در اون زمان به زبان پارسی میانه ایران شهر و در زبان اشکانیان آریان شهر خطاب می‌شد. سنگ نوشته‌ای بر دیواره کعبه زرتشت از زبان شاپور اول آورده: من شاپور یکم شاه ایران شهر هستم. کشور به صورت طبقاتی از 4 طبقه موبدان، جنگاوران، دبیران و پیشوران اداره می‌شد. پرچم رسمی کشور درفش کاویانی و نشان پادشاهان سیمرغ بود. تاریخ پیشینیانمون رو بهتر بشناسیم.